این مرد هیچ وقت برای کشتن از گلوله استفاده نمیکنه، بلکه همیشه سوژه‌هاشو طوری میکشه که یه اتفاق به نظر برسه. اون با یه تفنگ بادی یه خورده شیشه رو شلیک کرد به لاستیک یه ماشین. راننده کنترلش رو از دست داد و یه جوری زد به سوژه که پلیسا مجبور بشن نصف بقایاشو از لای آجرای دیوار جمع کنن و نصف دیگه‌شو از لای کمک فنر ماشین. مرد بعد از این شلیک موفق اسلحه‌اش رو جمع کرد و بدون هیچ اثری از خودش اونجا رو ترک کرد. اون خیلی ترتمیز مأموریتش رو با موفقیت انجام داد و برگشت خونه که خستگی در کنه. آجی اینا چیه که به هر کدوم از پکای شکمش یه دونه چسب ماساژوره نه؟ آره دیگه. در همون حین رئیسش بهش زنگ زد و گفت خودش شخصا باید بیاد به خیابون شهید الکس اوکانر که دستمزدش رو دریافت کنه. راستی اینم بگم که مرد قبلا یه دوست دختر سگ حشرم داشت که به خاطر یه دختر دیگه به مرد خیانت کرد. والا من اگه بودم بهش میگفتم عزیزم راه حل مشکلمون جدایی نیست بلکه تریسامه. بگذریم. مرد خودش رو رسون به خیابون شهید اوکانر ولی یهو یه موتورسوار با یه اسلحه بهش حمله کرد. مرد تونست پشت یه ماشین پناه بگیره. موتورسوار سری گازش رو تا ته چرخون و فرار کرد ولی خورد به بنبست. واسه همین دور زد و برگشت ولی این دفعه مرده با جفت پا پرید تو شکمش. بابا طرف بویکاس، کسی به این راحتی حریفش نمیشه. موتورسوار با پررویی تمام دوباره بهش حمله کرد ولی بویکا دوباره با یه لگد ازش پذیرایی کرد. آخرش هم موتورسوار رو زد زیر بغلش و گردنش رو شکست. بویکا متوجه شد که این یه تله بود و رئیسش میخواست از شرش خلاص بشه. روز بعد متوجه شد که دوست دختر سگ حشر لزبیانش در حالی که بچه بویکا رو تو شکمش داشته به قتل رسیده. بویکا بعد از کلی تحقیق و بررسی متوجه شد که کسایی که اونو کشتن در واقع دوتا از همکارای خودش بودن.